این سیمچوب‌ها از دوران شوروی به میراث مانده حدود نیم عصر است که به گفته ساکنان در خدمت مردمند. ساکنان با نگرانی میگویند هنگام وزش باد هر لحظه احتمال افتیدن این سیمچوب‌ها وجود دارد. زیاده از 50 سال هست که در همین خدمت محله می باشد. اکثریت شغل پوشیدگی بسیار جوش فرسوده هم ممکن با چپشوی بیاین سیما میکردن در این وقت سیم کردن مثلا با من محله مثلا یک وقت اگر شب دکنم مثلا گپ میزنه که رئیس من مثلا خیلی کورش اگه با ما تلفن میکنیم مراجعه میکنیم تو ما بالا میبینیم که موبایل 15 20 میلیون حاضرن سوز کردن. هرچند اطلاعی درباره خسارات افتادن سیمچوب‌ها روی دست نیست، ولی ساکنان میگویند بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه‌های فرسوده شدند. بنابر اطلاع شرکت برق تاجیک در سراسر تاجیکستان سیمچوب‌های فرسوده بیش از 332,000 عدد است. بسیاری پایه‌های چوبین و دیگر پایه‌هایی که خطای انتقال برق در تواضع شرکت برق تاجیک بوده قطعا بسیارش فرسوده شدگی است. شماره آنها با ما معین است. خیلی گفتن دوره و دوره ما با نقشه گرفتگی هستیم. اینها رو من فکر میکنم که در دوام سال 2017 و در سالهای آینده با پورگی وضع میکنیم. مسئولان برق تاجیک میگویند امکان مالی به آنها دست نمیدهد که یک بار همه سیمچوب‌های کارناشایم را با ناقل‌هایشان نو کنند. سال گذشته با درخواست ساکنان چندی از پایه و حدود 78 کیلومتر ناقل‌های پولادی را عوض کردند. در برخی محله‌ها دیده می شود که مردم برای انتقال برق به جای سیمچوب‌ها این پایه‌ها را استفاده می‌برند. متخصصان میگویند از یک طرف این گونه سیمچوب‌ها برای امنیت مردم خطرناک باشد، از طرف دیگر با ناقل‌های پوشیده آوردن برق تلف برق را دوچند می‌کند. ندارم ایما سوم میگیرم بچه سوم ندارم سوی ندارم سوم برای چی میگیری میرم و دیگرش میایم سوم بته اوخه بچه تو که به داکومی کام میره که میره خلقی پوچکنده را سوم میکنه میره یک هست یورا حمایه نمیشه این سویتای بچوران ای طریق استالبای خدکن دتای شفیری ما اگر از نمیکنه نه همه پجر میشه. عوض کردن سیمچوب‌های فرسوده و کارناشایم تنها به محله‌های دخل دارد که سیمچوب‌هایشان در موازنت برق تاجیک است. آنهایی که سیمچوب‌ها را دسته جمعی یا انفرادی خریده در نزد بیناهای خود نصب کرده‌اند، مسئولان برق تاجیک میگویند برای عوض کردن آنها وظیفه‌دار نیستند. مقامات شرکت برق تاجیک نرخ یک پایه بتون آهنی را دقیق نگفتند. آنهایی که در نزد خانه‌های خود این گونه پایه‌ها را گذاشتند نرخ آن را از 1100 تا 1500 سامانی میگویند. شادمان یتیم، محمود جان رحمتو، آزادی، دوشنبه، کلاب.